دوستان سلام، حال شما چطوره؟ خوبین؟ امیدوارم سال خوبی رو شروع کرده باشین و همچنین سال شگفت انگیزی رو هم پیش رو داشته باشین. من از این به بعد قرار بیشتر جلوی دوربین بیام و کمتر بنویسم، هم برای شما راحت‌تر هم برای من. اول از همه تشکر کنم بابت تمام انرژیایی که همه این سالها برای بنده فرستادین. قدرتون هستم. امیدوارم با اندک دانسته‌هایی که دارم بتونم یه کوچولو جبرانش کرده باشم. سعی میکنم مقدمم زیاد طولانی نباشه و از سوالاتی که شما ازم پرسیدین شروع کنم. یکی از سوالات پرتکرارتون این بود که چه لباسی به من میاد. سوال من از شما اینه که شما چی دوست دارید؟ با چی احساس راحتی میکنید؟ چه لباسی وقتی میپوشین احساس اعتماد به نفس دارید؟ این خیلی مهمه. اول از همه باید ببینید که خودتون چی میخواین، کی هستین، چی هستین. دنبال سادگی هستین، دنبال پرزرق و برق و شلوغی هستین. اینا خیلی مهمه. میتونید یک نگاه به محیط اطرافتون بندازین، به خونتون، به اتاقتون. ببینید اتاقتون رو چجوری دکور میکنین. اگر ساده دکور میکنین شما طرفدار بیشتر گرایش دارین به سبک مینیمال. اگر خیلی پرزرق و برق و شلوغ دوست دارین شما گرایش دارین به ماکسیمالیست بودن، که حالا با توجه به تناسب اندامتون و ایراد اندامی هایی که قراره توی ویدیوهای بعدی براتون توضیح بدم کاملا آشنا میشین و سبکتون رو انتخاب میکنید و متوجه میشین که چه استایلی بیشتر به شما میاد.